امروز 14 نوامبر 2024. برای من یه روز خاصه، یه روز جذابه. چرا؟ چون که تولدمه. همینجوری که داشتم فکر می‌کردم گفتم چه روزی از امروز بهتر برای شروع یه چالش بزرگ، یه سفر هیجان انگیز که اتفاقا همسفرها شمایید. آره دقیقاً خودتویی که داری این ویدیو رو می‌بینی. داستانم اینجوری بود که گفتم خیلی خودمونی بیام بشینم اینجا راجع به خودم یه سری توضیحات بدم راجع به چنل و همین. من لگاتو هم. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون لگاتو. اینجا قراره اگر دقت کرده باشید از قدیم بهمون گفتن که هر کاری رو میخوای شروع کنی از شاگردی داخل اون کار شروع کن. آره دقیقاً اینجا قراره شاگردی کنی. یعنی اینجوریه که من میرم شاگردی، مشاغل مختلف، آدما، داستانهای زندگیشون، موفقیت‌ها، شکست‌ها، و میام اینجا و با شما به اشتراک میذارم. راستی اسمم براتون انتخاب کردم، اسمتون همشاگردیه. یعنی اینجوریه که من شما رو همشاگردی خطاب میکنم و به نظرم اومد اسم جذاب و جالبیه و حالا میتونیم بعدن که این خانواده بزرگتر شد حتما یه نظرسنجی بذاریم، اگر اسم بهتری پیدا کردیم عوضش کنیم. اما تا اون موقع شما همشاگردی های منید. در ادامه دوست داشتم به یه داستانی اشاره کنم. اونم اینه که من خیلی وقت پیش قرار بود این ویدیویی که الان دارم ضبط کنم، اما مدام درگیر کمالگرایی، مدام درگیر نشخوار ذهنی و نشد تا رسید به امروز. زندگیه دیگه. اما الان خیلی خوشحالم، الان که جلوتون نشستم و تک تکتون رو دارم جلوم تصور میکنم و باهاتون صحبت میکنم. خیلی حس خوبیه و خیلی خوشحالم. در ادامه مثل هر یوتیوبر تازه کار دیگه ای، مثل هر کانتنت کریئتوری، مثل هر کسی که تازه کار تولید محتوا رو شروع کرده، نیازمند حمایتاتونم، چون که با حمایتای شماست که این مسیر جون میگیره، این مسیر زنده است و میتونه ادامه بده. حمایتاتون رو دریغ نکنید، نظراتتون قوت قلب برای ادامه مسیر، حتما به بهتر شدن کمک میکنه. آیدی اینستاگرام هم یه گوشه ای از تصویر میذارم، چون که حالا حداقل تا زمانی که یوتیوب یه خورده بخواد آدم حسابمون کنه میتونیم اونجا در ارتباط باشیم، آپدیت ها رو بگیرید، از اخبار مطلع بشین که داریم چیکار میکنیم و بیشتر اونجا با هم دیگه صحبت میکنیم، بیشتر هم فکری میکنیم و این به نظرم باحاله. پس اونجا هم داشته باشید. یادتون نره که چنل رو سابسکرایب کنید، نظر بدید، حتما چه خوب چه بد همه رو میخونم و زنگوله بغل رو حتما روشن کنید که اگر ویدیوی تازه جدیدی گذاشتیم اولین نفری باشید که اون ویدیو رو میبینید. همین، تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.